غذاهایی که درست میکنی رو من میخورم. که آشپزی تو دوست دارم. یه خب خودش شانس خیلی بزرگیه که من آشپزی تو رو دوست دارم. نمیتونه بخوره دیگه، داستان میشه. یه چلچشمه هست تقریبا 1 ساعت با شیراز فاصله داره. روستایی چیه؟ ما بین بالاتر از روستای حنیفقان، ما بین روزآباد و کوار. جای خیلی قشنگیه. امروز هم 25/10/1400 و ما میخوایم کباب درست کنیم و بکنیمش. یه غذای جدید دیگه. میخوایم کباب کوبیده درست کنیم، بذاریم لای نون ساندویچی، بعد با پنیر پیتزا و چیپس و مخلفات بندازیمش تو آتیش. یعنی در اصل میخوایم کباب، بهش میگن چی، تنوری. ساندویچی ها همبر تنوری میدن، ما میخوایم کباب تنوری بدیم. ببینیم چی میشه. یالا از پیازش داریم تون رنده میکنیم تا ببینیم. دخترمون هم اشتباه بدی پیاز سفید پیاز قرمز آورده. دخترت که مثل آشپز نیست. تو آشپزی همون دیگه میبینی اینجوریه دیگه. اینا رو یواش یواش تجربه میشه برات، یاد میگیری. حالا مجبوریم یه پیاز هم رنده کنیم. قرمز. خب مورد بعدی واسه کباب کوبیده، ترجیحاً نمک، ادویه و این داستانا رو میزنیم به پیاز. اگه گفت چرا؟ تو میدونی چرا دخترم؟ چرا؟ به خاطر اینکه پیاز توی گوشت رنگش تغییر میکنه، یعنی رو به سیاهی میبره. شما از بیرون کاملا برات مشهوده. خب به خاطر اینکه این اتفاق نیفته، اگر به این مثلا حالا زردچوبه یا روم بزنی به پیاز، بعد همش بزنی رنگش تغییر بکنه، بعد وارد گوشتش بکنی، دیگه اون تغییر رنگ و انتها آخر کار تو کباب نداره. حالا ما زعفرون نداریم، یه مقداری زردچوبه میریزیم. بعد این از تجربیات شخصی خودته یا بله، اطلاعات علمیه؟ خیر، اطلاعات تجربه شخصی خودمه. بله. اون جایی دیدین کبابا بعضی‌ها یه دونه های کدری داخلش هست، شما فکر میکنید اون دنبه است ولی دنبه نیست. پیازای دک و درشته. البته ما پیازمون خیلی ریس کردیم، این احتمال داره که اصلا برام دیده نشه، ولی باز این کار معمولا انجام میدن واسه جایی که شما پیازتون اون داره درشتره. مورد بعدی این که اصلا و ابدا کباب کوبیده رو با قاشق هم نزنید. سوسول بازی در نیارید. کباب کوبیده فقط دست، هیچی جز دست نمیتونه اینو درست هم بزنه. خودتون میخواین بخورین دیگه، دستتون رو بشورین بزنین. آشپز نمیخواد براتون درست کنه که. حالا اگه دستکش تونستین دستتون بکنین که خیلی بهتره. من معمولا دستکش میخرم، این سری یادمون رفت. بعد پیازو میریزین تو گوشت. از اینجا به بعد هر چقدر بیشتر ماساژ بدین گوشتو، اون قسمت سبزش از توش بردار، از سیخ دیگه جدا نمیشه. البته گوشتی که استفاده میکنید باید 2 بار چرخ باشه. باید 2 بار چرخش کرده باشید. 2 بار تا 3 بار. بهتره که 2 بار تا 3 بار چرخش کنید. گوشتتونم راسته گوساله یا سردست گوساله به علاوه یه مقداری حالا قلبگاه گوسفندی، چربی گوسفندی، بره‌ای چیزی، ولی 50-50. یعنی اگر که نیم کیلو گوساله میریزید، نیم کیلو هم گوسفندی میریزید. چیزی که ما الان داریم میزنیم تمامش به گوسفندیه، بره است. چربیش زیادتره، برای کوبیده بهتره، ولی میتونید ترکیبی بزنید.
خب توضیح بده. دیگه ما 4 تا سیخ میخوایم بزنیم، 4 تاش میکنیم. 4 تا سیخ خیلی کم میشه، میزنیم اگه کم شد باز اضافهش میکنیم. کاش میگرفتی بشقاب اگه افتاد. کبابو نباید بذاری یه ورش کامل بپزه بعد او ورش کنی. باید هی تون تون که چه عرض کنم 1 دقیقه 1 دقیقه و 20 ثانیه 20 ثانیه این ورمانی که بچسبه. بعد که چسبید دیگه ولی بذاری بمونه. خیلی کم حرارت بهش بخوره دیگه کنده نمیشه. ریختیم تهش، کبابا رو گذاشتیم، بعد یه زیت نمک میریزیم روش. نمک دیگه نداریم نگاه. همه چسبید به دست من پکیدم نمکشو. بعد یه مقدار دیگه پنیر میریزیم. تا 4-5 دقیقه همجوری ولش میکنیم. بعد گردونیم که 2 بر نونو کامل، این 2-3 بر نونو کامل بلشتشه. کبابش هم کردیم، نون قشنگ کباب شد، پنیرش هم که قشنگ آب شد. یه ساندویچ خوشمزه. قشنگ سنگا معلومه تمیز آبش.